پدر و مادر ریشه های زندگی هم. درخت هر چقدرم که بزرگ باشه، هر چقدرم که پربار باشه، نمیتونه بدون ریشه سر پا بیسته. اگر پدری به فرزندش در بالا رفتن از اولین پله زندگی کمک کرد، چرا پسر در سالهای پیری که پدر در آخرین پله های نردبان رو طی میکنه مراقب پدر نیست؟ و زمانی که نردبان به درد نخور شد میذارمش تو انباری کنار اسباب اساسی یه پدر. میگن قلب سنگ از دست سنگ تراش درد بگیره هیچ وقت مجسمه خوبی نمیشه. مزرعه ای که از شخم زدن داره بشه محصوله. سرزنش پدر و مادر مثل دستای سنگ تراش و شخم ضروری. پدر مادرها هیچ آرزویی ندارن جز سعادت فرزند. اگه تونستم به جایی برسم فقط به خاطر پدرم بوده. و اگه امروز روی پای خودم ایستادم فقط به خاطر نصیحت‌های پدرم.